یه چیزی تو راهه، چیزی که شاید نتونیم جلوشو بگیریم. قبل اینکه این روز به پایان برسه با تصمیمی غیر قابل تصور روبرو میشیم. تو زندگی با جنگجویان خیلی زیادی مبارزه کردم. اونا از همه ما روی هم رفته خیلی قوی تر بودن، ولی همشون مردن. همشون در مواجهه با دشمن و تهدیدها جونشون از دست دادن که خیلی کمتر از این یکی منو ترسوند. اگه هممون با هم متحد نشیم، هر فداکاری که کردن بیفایده میشه. دعواهای مسخرتون رو بذارین کنار و جز این به هیچی فکر نکنید. اگه برمیگردین مثل خواهر و برادر برگردین. این حرف یادتون باشه. یه معجزه لازم داریم. سلام رفیق. امکان نداره.